این درختان میدان پرچم شهر دنقره خشکیده اند. میدان را یک سال پیش با شرکت پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان باز کرده بودند. برای آن صاحبکاران محلی حدود 8 میلیون سومانی صرف کرده اند. مسئولان میدان میگویند دستور گرفته اند درختان خشکیده را حساب کنند. میدان پرچم 3 هکتار را تشکیل داده در آن حدود 9000 درخت شنونده شده است. 615 عدد آنها به قول مسئولان ناحیه درختان آرایشی نادرند. باغ پرچم ناحیه دنقره 16 ایون سال 2021 از سوی پرزیدنت امامعلی رحمان کشاده شده بود. اما در این باغ مشاهده می شود که بعضی درختان خشک شده‌اند. مقامات در ناحیه دنقره میگویند که آنها تلاش دارند درختان خشک شده را دوباره برقرار سازند. این بار اول نیست که بعد باز کردن چنین مکانها مدت نگذشته یا درختان خشک یا ساختمان و آرایشات ویران می شود. 8 ماه پیش در ناحیه مومن‌آباد پایه پرچم ملی را کشیده اند. اما الکی پس از 5 ماه بخش از آن مکان ویران شده زمینش نشسته بود. حالا دنقره 3 باغ پرچم ملی دارد. یکی در دهه پوشینگ، دیگری در جماعت اسمت شریف و سومی در مرکز ناحیه است. همه این میدانها در 3 سال اخیر بنیاد شده اند. حالا در هر شهر ناحیه تاجیکستان میدانهای پرچم را دیدن ممکن است. در افتتاح هر یکی آنها رهبر کشور شرکت کرده است.